وفا عبدالرحیموف برای خرید سبزی به بازار دهقان دوشنبه آمده است. در مقایسه با یک هفته پیش او مجبور است سبزی را با نرخ 4 برابر قیمت خرد. دخترچم درجه این دوره نخریم نمیشه. این نرخ کی میبره اونا بدونی. حالا در بازارهای دوشنبه نرخ 1 کیلو سبزی از 8 سومانی شروع می شود. مسئولین بازار و فروشنده ها پیش آمدن چنین وضع را به کمبود محصولات ربط دادند. وقت از آنی که بهار خنک آمد، زمین که گرم نبود، یک مدت معین سبزی در جایش ایستاد. وقت از آنی که انکشاف می آورد، زمین باید که گرم باشد. تمام طلباتی که برای انکشاف سبزی خواجگی‌های دهقانی کرده بودند، سبب یگانش همین یک دو هفته سرد آمدن بهار بود. این فروشنده باور دارد که تا چند روز دیگر نرخ سبزی به حالت پیشتر برمیگردد. کوزی نو برآمدگی است، مقصد کمتره. همین هفته ان شاء الله بیشتر میشه گفتگان. حاصل خوب میشه، میفروشه خودش. سبزی یگانه محصولات نیست که سال روان نرخش گران می شود. پیش از این نرخ دیگر محصولات نیاز اول از قبیل روغن، شکر، گوشت هم به طور قابل ملاحظه قیمت شد. این بالاروی نرخ‌ها در بازار دسترخوان مردم را پیش از پیش خردتر می کند. ما دکتر کار میکنیم، 500 معاش میگیریم. و موسر دمیتی، آب دمیتی، روغن دمیتی، صابون دمیتی، همه چی قیمتی. این یک دانه تخم خودشی چی نباشه 1.5 سومونه نمیرسه. همه نرخ قیمت.